دوستان امروز حقایق خیلی جالبی رو در مورد کریستیانو رونالدو میخوام بهتون بگم که واقعا به عجیب بودن این آدم پی میبرید. حتما همراه ما باشین تا آخر ویدیو. خب بچه‌ها، رونالدو در حال حاضر در ریاض عربستان زندگی میکنه و صاحب خانه مجلل و کلکسیون جت‌های شخصی و ماشین‌های لوکسه و همچنین به نیکوکاری و اهدای مبالغ هنگفت به مؤسسات خیریه معروفه. او در 15 سالگی عمل جراحی قلب انجام داده و از بیماری خیلی خطرناکی در بدو تولد عبور کرده. در سال 2009 یک زنی در لاس وگاس از رونالدو شکایت کرده و به اتهام تجاوز جنسی که ثابت نشده رو رونالدو تبرئه شد. رونالدو علاوه بر کسب درآمد از فوتبال، مالک تعدادی رستوران و همچنین خط تولید لباس و کفشه با نام تجاری CR7. همچنین صاحب آژانس مدلینگ و چندین هتل است و در سالهای گذشته فروش برند عطر و اتکلون رونالدو نیز توسعه پیدا کرده. رونالدو در سال 2011 کفش طلای خود را فروخت و پولش را صرف کمک به مردم جنگ زده غزه کرد. رونالدو از معدود بازیکنانیه که در سن 37 سالگی نشانی از کندی و افت کیفیت بدنی ندارد و این موضوع به خاطر برنامه غذایی و تمرینات حفظ تناسب اندام اوست. رونالدو موزه‌ای در کشور پرتغال افتتاح کرده که تمامی جوایز خود را در این محل نگهداری می کند تا که به یادگار بماند. رونالدو در بین بازیکنان و کلیه ورزشکاران بیشترین دنبال کننده ها را به تعداد 700 میلیون در شبکه‌های اجتماعی داره. همچنین رونالدو ثروتمندترین بازیکن جهان است و ثروت او معادل 500 میلیون دلاره. این بازیکن که واقعا میشه گفت حرفه‌ای ترین بازیکن جهانه، نه فقط در فوتبال بلکه در سبک زندگی. همچنین او هیچ تتویی روی بدن خود نداره. علت این کار به گفته خودش اینه که بتونه خون اهدا کنه. هرچند که اهدای خون برای بدن خودش هم خیلی میتونه مفید باشه و از سیگار و مشروبات الکلی بیزاره. رونالدو 2 نام مستعار داشت. یکی گریه کن بوده و دومی زنبور. اولی به خاطر اینه که زیاد گریه میکرده و دومی به خاطر سرعت زیادش در زمین فوتبال بوده. مرسی که تا آخری ویدیو رو تماشا کردین. لطفاً لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مرسی از همتون.